خانمایی که چروک صورت دارن، لک صورت دارن، پوستشون خشک شده و افتاده شده، می‌نویسم، امضا می‌کنم. فقط کافیه به مدت 12 شب از این پمادی که بهتون میگم استفاده بکنید، چون میتونه پوست صورتتون مثل بچه صاف و روشن و نرم بکنه. فقط با دقت یادداشت بکن، چون این فرمولو هیچ جایی بهت نگفتم و نخواهم گفت. قوی ترین پماد ضد لک این پماد بیومیمتیکه. فقط کافیه که شبی 5 دقیقه وقت بذارید و اونو بزنید به پوست صورتتون و خوب ماساژ بدید تا صبح میتونه هر چی لک، چین و چروک و خشکی صورت که دارید براتون از بین ببره و اگر پوست صورتتون تیره هم شده روشن و شفافش میکنه، مثل یه پوست بچه صاف و روشن بشه. اگر میخوای اطلاعات دقیق راجع به این محصول رو بدونید، همین الان عدد 2 رو برای من توی کامنت ها بفرست و سریعاً دایرکت تو چک بکن.